سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام رفقا دوستان مستر صد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. دوستان یه چیز جالب میخواستم بهتون بگم، اونم اینه که من توی تجربه کاریم یه تجربه‌ای داشتم که خیلی بهم ضربه زد. ضربه هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ پیشرفتی، هم از لحاظ وقتی، هر طوری که فکرش کنیم به من ضربه زد. حالا اون ضربه فکر میکنید چی بود؟ اون ضربه تبلیغات بود. تبلیغاتی که هیچ وقت برای من هیچ آورده‌ای نداشت. شاید بیش از 500 میلیون تومان من تبلیغات انجام دادم و از اون 500 میلیون تومان شاید 5 میلیون تومان هم درآمد نداشتم. چرا؟ چون بارها و بارها از طریق تبلیغات پیجم خراب شد. چطوری پیجم خراب شد؟ ببینید مثلا من به X به Y تبلیغات میدادم، خب خودشون فالوور بالایی داشتن، فلان داشتن و اینا به خاطر اینکه دوباره بری بهشون تبلیغات بدی متاسفانه از فالوور فیک استفاده میکردن. و زمانی هم که شما فالوور فیک بزنی، سابسکرایب فیک یا هر چیزی بزنی، الگوریتم اون به قول معروف پیج رو ریختی به هم، اون کانال رو ریختی به هم. و من متاسفانه بالای 10 تا پیج خراب کردم روی همین تبلیغات، چون می اومدن فالوور فیک می زدن. بعد می دیدم من 500 تا پست گذاشتم یه دونش اکسپلور نرفته، در صورتی که بعضی ویدیوها قلابش اوکی بود، کیفیتش اوکی بود، به قولی ویو میخورد. این شکلی نبود مثلا همونو توی پیج دیگه دیده بودم 10 میلیون ویو خورده بود. پس چیزی که هست از این که تبلیغات انجام بدین و بخواین پولتون رو تو تبلیغات دور بریزین، به شدت دوری کنید. سعی کنید خودتون یه منبعی بشید که از اون تبلیغاتی پیجتون قوی تر بشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر خودتون روی محصولاتتون بلاگری کنید، اطلاعات به مردم بدید، خودیه به خود جمع میشه مخاطبتون. مخاطب مثلا اگر ببینه این محتوا جذابه برای رفیقش هم میفرسته، رفیقش برای فلانی هم میفرسته، فلانی برای فلانی هم میفرسته و از این طریق تبلیغات دهان به دهان میشه، ولی خب از طریق مجازی. این یه نوع تبلیغات دهان به دهان از طریق مجازیه. قدیما بهترین تبلیغات دهان به دهان بود. مثلا میگفتن فرشو کجا خریدی؟ میگفت حاجی فلانی، مغازه فلانی. طلا رو از کی خریدی؟ آقای فلانی، برو پیش اون. این میشد تبلیغات دهان به دهان، نه هزینه‌ای داشت، نه سوختی داشت و در ازاش صدها برابر از تبلیغات بیلبورد و اینستاگرام و ایکس و ایگرگ هم بیشتر بوده. پس چیزی که هست حتما اینو مد نظرتون قرار بدید که تبلیغات یه ضربه بزرگ به پیج هاتون میزنه و اگر میخواید تبلیغات بدید حداقل جلوی اون فالوور فیک رو ببندید، چون 100% تمام اینایی که تبلیغات انجام میدن 100% هیچ استثنایی هم نداره، قطعا براتون فیک میزنن. و این اینستاگرام اگر ببینه شما فالووری داری و باهاش تعامل نمی‌کنی، لایکت نمی‌کنه و به اصطلاح فیک هست، شما رو از الگوریتم خارج میکنه. الگوریتم اینستا، چیزی که من تجربهش کردم، چیزی که خوندم و به شما دارم میگم، من چیزی که در مورد اینستا تجربه کردم و به شما دارم میگم و نظرم هم اینه که میگم اگر شما دارید یه پیجی رو اداره میکنید، اون پیج به نظر من با الگوریتم اکسپلوری داشته باشه، چون اگر الگوریتم اکسپلوری نداشته باشه اون فروشی که تو ذهنت هست رو نمیتونی داشته باشی. مثلا یکی از این فروشگاه ها اومده بود یه نوع چسب از چین وارد کرده بود، یعنی از خود ما خریده بود، تقریبا 10,000 تا چسب از ما خرید. یه نوع چسبی بود، هر چیزی، سنگ، پلاستیک، هر چیزی که میخواستی باهاش به صورت محکم میچسبوندی. این اومده بود از این چسبه خودش محتوا درست کرده بود، 4 تا دمپایی پاره کرده بود چسبونده بود، سرامیکو چسبونده بود، سنگو چسبونده، لوله آبو که مرطوب بود چسبونده بود و فیلمشو گذاشته بود و نوشته بود اگر طالب یه همچین محصولی هستید عدد 5 رو برام کامنت کنید. 32,000 تا کامنت عدد 5 گرفت، یعنی 32,000 تا مشتری
32,000 تا مشتری. چند تا چسب داشت؟ 3,000 تا. حالا این سری بعد بخواد بره چسب بیاره باید به 30,000 تا 40,000 تا بیاره یا از من بخره. پس چیزی که هست یه دونه محتوایی که میره اکسپلور و خیلی هم مهم هست، باید این قابلیت رو داشته باشه که مثلا شما اگر یه جنسی رو معرفی میکنید و به مشتری میگید اگر دوست دارید این جنس رو داشته باشید عدد 5 رو کامنت کنید، یهو 10,000 تا کامنت بگیری. الان همکارای ما، کسایی که دارن با ما کار میکنن، بچهایی که دارن با ما کار میکنن، اینا کسایی هستن که مثلا توی پیجشون یه دونه چسب و میان پست میذارن، پست خیلی خاصی هم نیست، یکم روش کار کردن، یه گویندگی ساده خودشون انجام دادن، با خلاقیت خودشون روی اون قرار دادن و یهو میبینی 20,000 تا کامنت سفارش گرفته. کامنت سفارش چیه؟ کسی میدونه کامنت سفارش چیه؟ نه. کامنت سفارش یعنی چی؟ یعنی شما یه دونه ریلز میذاری 1,000,000 بازدید میخوره، خب، و توی اون ریلز مستقیم به سفارش محصول اشاره کردی. یعنی شما گفتی اگر این محصول رو میخوای عدد 5 رو برای من کامنت کن. به این کامنت میگن کامنت سفارشی، یعنی از مشتری خواستی در ازای تقاضایی که دارد از شما اینو بگیره. به این میگن کامنت سفارشی. و برای آنلاین شاپ موفق کامنت سفارشی یکی از چیزاییه که باید داشته باشه. تمام سفارشاتون رو از طریق اون به راحتی میتونید بفروشید. به راحتی آب خوردن، نه به راحتی به قول معروف استوری که بخواید همه رو جواب بدید. شما زمانی که حالا یه سری برنامه هم اومده وصل میکنی اتوماتیک جواب مشتری رو میده، این یه بحثه. اون اتوماتیکه که خودش اصلا یه چیز خفنه. شما پس اگر بخواید حرفه‌ای کار بکنید، قبل از هر چیزی من بهتون میگم پیش یه استادی، پیش یه نفر، پیش یکی که بلد این کاره وارده، برید اکسپلور رو پیشش 0 تا 100 یاد بگیرید. حتما هم نیاز نیست شما اکسپلور رو بری بگی این حتما، نه. شما تو یوتیوب سرچ کنی 1000 تا در مورد اکسپلور ریخته، تو اینستا به وفور ریخته و شما میتونی به راحتی انتخاب بکنی و به راحتی بتونی استفاده بکنی از این ابزاری که در اختیارت هست. یه موضوعی که هست، خیلی بچه ها میگن که ما پیج میزنیم ولی خب 10 تا 20 تا 30 تا پست گذاشتیم نتیجه‌ای نداده. ببینید دوستان، اکسپلور یهویی اتفاق نمیافته برای شما. یه زمان میبینی یه محتوا جذاب میشه برای اکسپلور، هوش مصنوعی میاد شانسی اونو برمیداره وایرال میکنه. شانسی. ولی اکسپلور اصلی که شما همیشه باید داخلش قرار بگیری، اون شانسی نیست، اونو باید روندشو بسازی. تمام اون 3 تا اکانتی که تو ریچت هست، اون 3 تا موردی باید مثبت باشه، مثبت رو به بالا باشه، نباید هیچ وقت منفی بشی. تعداد فالوورات رو به افزایش، تعداد اونایی که پیج تو میبینن و ویزیت میکنن پیج تو رو به افزایش، تعداد کامنت رو به افزایش، تعداد لایک رو به افزایش. اگر این روند رو به افزایش باشه، شما همیشه جات تو اکسپلوره، نیازی نداری بری الکی پول تبلیغات بکنی. بعضن دیدم فروشگاه های 15 میلیون 20 میلیون 30 میلیون میدن برای یه دونه استوری. چرا؟ چون مثلا فکر میکنه 5,000 نفر بهش اضافه شده، نمیدونه، بنده خدا نمیدونه. از اون طرف هم 2,000 تا مشتری خودش داره، فکر میکنه از این به این اضافه شده، در صورتی که این شکلی نیست. شما اگر تبلیغاتی انجام بدی که تبلیغاتت مؤثر هم باشد، اون مشتری موقته، مشتری دائمت نمیتونه باشه. پس شما مشتری رو از راه درست به دست بیارید، حفظش کنید، باهاش بیزینس کنید و از کنارش بتونید به درآمد برسید. یکی بچه ها بود، توی همکار خودم بود،
و خیلی خفن میفروخت، فقط هم عمده میفروخت. یه روز بهش گفتم فلانی تو چطوری فروش عمده داری، انقدر خوب میفروشی فلان و اینا؟ گفت فلان من اینستا دارم. گفت همه فکر میکنن من عمده فروشم، ولی نه، من عمده فروش نیستم. گفتم تو روز 2 تا کانتینر داری بار میکنی میفرستی؟ گفت نه، من عمده فروش نیستم، اینا همش تو اینستا دایرکتا به فروش میرسه. اونجا بود که گفتم ببین تو اگر اینستاگرام نداشته باشی تو قرن جدید، مثل این میمونه که شما عینک نداری رو چشت و هر آن ممکنه بخوری زمین. برای این که نخوری زمین باید چه کار کنی؟ باید این استاتو راه بندازی، مداوم توش فعالیت بکنی، مداوم ریلز بذاری، پست بذاری، استوری بذاری، تک اسلایدی بذاری، تمام اون چیزایی که قابلیتایی رو که اینستا داره اگر بری ازش استفاده بکنی قطعا موفق میشی و اصلا جای شک و شبهه و چیزی هم نداره که بخوای به قول معروف به خودت شک کنی بگی نه من نمیرسم به اون داستان. چرا؟ شما اگر تمام اون الگوریتما رو رعایت بکنی، تمام اون بهتر اینطوری بگم، چرا تمام اون قابلیت‌های اینستاگرام رو اگر به نحو احسن و نسبت به پسند الگوریتم رعایت بکنی قطعا جا تو اکسپلور هست. حالا ما یه سری پیجا داریم داداش اصلا پیج بالا نمیاد، این مشکل نرم افزار اینستاست، اصلا پیج بالا نمیاد. همچین پیجایی رو پاک کنید، جدید بسازید، چون پیجای جدید بچه‌ها خیلی زود اینستاگرام وایرالش میکنه، چون میگه ببینید اگر شما اینجا قرار داری، خب تو این حوزه داری فعالیت میکنی، من بین تو و اون آقای ایکسی که 100 میلیون فالوور داره الان هیچ فرقی نمیذارم. تو محتوا تولید کن، اونم محتوا تولید کنه، اون خوب باشه اون میبرم اکسپلور، تو خوب باشی تو میبرم اکسپلور. اگر تو خوب باشی اون خوب نباشه اونو میزنم ویوش 10,000 تا مثلا و اکسپلور رو ازش میگی. یه همچین قانونایی واقعا توسط انسان هم نیست. چیزایی که توی این اینستاگرام داره اداره میشه با هوش مصنوعیه و شما سر کار داری با هوش مصنوعی. هوش مصنوعی هم حالیش نیست که آقا شما اومدی تبلیغات کردی یکی دیگه فیک زده، یا این میگه آقا این ربات یا پیج تو میپرونه دریا یا به قول معروف بنت میکنه یا 180 روز لفتت میده، یا حالا بگذاریم. پس خلاصه چیزی که هست، بهترین کار، بهترین مسیر اینه که حداقل برای یک بارم که شده این رو انتخاب بکنید و به این فکر بکنید که روی الگوریتم کار بکنید و از الگوریتم مشتری بگیرید. هیچ راه دیگه ای نداره. من تبلیغات توی تلگرام رو قبول دارم و خوبم میدونمش، ولی باز اونجا هم فضای گرونیه و اگر بخواید اینطوری پیش برید شما باید 90% پولی رو که در میارید از تجارتتون بدین تبلیغات. چی؟ خب این بده. پول دادن به تبلیغات چی؟ این کار درستی نیست، کار قشنگی نیست و شما زمانی میتونی خودتو ارائه بدی که همه دهناشون باز بمونه، بگی این چطوری خورد 5 میلیون ویو، آقا چطوری خورد، زحمت کشیدیم. من پستایی که نمیشد و همیشه تکرار میکردم، مثلا امروز میذاشتم میخورد 100,000 تا، میگفتم فردا میذارم باید بخور 200 تا، پس فردا میذارم، همینطوری میذاشتم تا میلیونی بشه. خود هوش مصنوعی هم میفهمید، میگفت این آدم سمجیه بذار میلیونیش کنم. خلاصه به این منوال بود و هست و از این بابت خیلی خوشحالم. حالا ما داریم پادکست های جدیدتر ضبط میکنیم، به مرور زمان پادکست ها میاد، ممنون میشم. چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، هر کاری که خودتون دیگه بلدین و میدونید و لازمه انجام بدید که ما هم بتونه این صحبتامون به جایی برسه که مردم الکی نرن پول تبلیغات بدن، مردم الکی نرن پولشون رو بریزن توی این
بلاگرها توی این کاری ندارم، نمیخوام بعد کسی رو بگم ولی درست نیست. خدا یار این